شب قدر و سلام بر امام حسین رضی الله عنه. امام ششم فرمودن قصه نخور، تو دیشب یه عملی ازت سر زد که اگر 1000 شب قدر رو درک میکردی، این عمل دیشب تو از درک 1000 لیله قدر فضیلتش بالاتر. که آقا من دیشب خسته بودم، خوابم برد، نافله شبم هم نخوندم، خوابیدم، کاری نکردم. من امام ششم فرمودن چرا یه کاری کردی تو خودت حالیت نیست؟ دیشب خسته شدی، خوابت برد، تو حالت خواب تشنه شدی، از خواب بلند شدی، گیج ظرف آب خنک رو بردی کنار دهن جگرت که خنک شد، تو هم حالت خوابالویی به یاد حسین ما گفتی السلام علیک یا ابا عبدالله. کارشناس مسائل دینی امام صادق، خبره و خریتش حضرت جعفر صادقه. امام صادق فرمودن آی به هوش باش، این تشنگی رفت شدن و حالت آتش به یاد حسین ما جگر خنک کردن تو عینک من امام صادق که عینک خدایی السلام علی عین الله الناظره، تو چشم من امام صادق این جگر خنک شدن و یاد حسین تشنه ما کردن ثوابش از درک 1000 شب قدر بالاتر است. البته امام یعنی ارتباط با سلام به امام، تماس با ولی خدا. بینندگان محترم، فهمیدید که این آخوند رافضی چه گفت؟ یک بار درود فرستادن به امام حسین رضی الله عنه و به یاد او شدن از عبادت 1000 شب قدر برتر است و این را به دروغ به امام صادق رحمه الله نسبت داد. حال کسی نیست که از این آخوند نادان بپرسد که اولا الله متعال سوره ای را به نام سوره قدر نازل نموده که در آن فضایل و برتری های متعددی برای شب قدر بیان شده است. همانا ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه میدانی که شب قدر چیست؟ شب قدر از 1000 ماه بهتر است. فرشتگان و جبرئیل در این شب به فرمان پروردگارشان برای انجام هر کاری که الله حکم کرده فرود می آیند. این شب تا برآمدن سپید دم سرشار از سلامتی است. پس چرا یک آیه در فضیلت درود بر امام حسین رضی الله عنه نازل نشده است و چرا نامی از امام حسین رضی الله عنه در قرآن نیست؟ ثانیاً مگر درود فرستادن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از درود بر حسین رضی الله عنه برتر نیست؟ پس چرا پیامبر خدا به جای آن که مردم را به احیا و درک شبهای قدر امر نماید، در این شبها سلام فرستادن به خود و خاندان مبارکش امر ننمود تا امت به جای 1000 ماه هزاران هزار ماه ثواب دریافت کنند؟ آیا این همان غلوی نیست که اهل بیت علیهم السلام از آن مردم را منع نموده اند؟ مجلسی در بهارالانوار جلد 25 صفحه 270 روایت می کند که امام علی رضی الله عنه فرمودند ایاکم والغلو فینا قولوا انا عبید مربوبون. برحذر باشید از این که در مورد ما مرتکب غلو شوید و بگویید که ما بندگان خداپرست هستیم. معمولاً اساس دین روافض بر این نهاده شده که جایگزینی برای تمامی عبادات و مقدسات اسلامی بیابند و فضایل عبادات و مقدسات اسلامی را به آنها بدهند تا ارزش توحید و عبادات و مقدسات را کاسته
و ارزش روایت‌ها و برتری‌های ساختگی خویش را در دل پیروانشان افزایش دهند. لذا درود بر امام حسین رضی الله عنه را از 1000 شب قدر و زیارت کربلا را از 1000 حج و عمره برتر می‌دانند و بدین گونه دستورات و قوانین اسلام را به فراموشی سپرده مردم را از عبادات دور می‌کنند.